80 سال پیش در مزار شریف به دنیا آمد. به سوی جنگل لیلی نگاه هم من این جنگل لیلیش منم بسزارو با کوی آسیاب باشد پناه هنه و کوی آسیاب سجود آرم به چلمهرا بعد از دور من این کوی چلمهرا باشنه الا ای زادگاه هم یادگاه هم شعرهای استاد. 21 سال قبل در دوشنبه درگذشت و حالا در آرامگاه لوچاب آرمیده است. مخالفان در شعر او تنقید نظام را می‌جویند، کارافتادگان فریادرس، عاشقان اظهار محبت و مهاجران غم غربت را. چرا با گذشت سالها لایق شیرالی از مد نماند و شعرش کهنه نشد؟ من همیشه میگویم که هیچ شاعر در دوران زنده بودنش هرگز تکبر نکند از شعرش، از اینکه یک زمره از او اعتراف کردن. بعد از مرگ اگر 10 سال لااقل بعد یا 1 سال لااقل بعد از تو بدین صمیمیت یاد بکنن، پس تو شاعری واقعا ماندگاری و واقعیت است که شعر استاد لایق هرگز کهن نمی شود. سواد خویشتنداری بیاموز. منتقدان محبوبیت لایق شیرالی را بیشتر به سادگویی ربط می‌دهند، جانبدارانش به آشکار و صمیمی و زمینی گفتنش. شعر استاد لایق شیرالی از صحیفه های زندگی و تاریخ ما است. یعنی هرگز نسبت به واقعیت های زندگی و همچنین تاریخ ملی ما به توجه نیست و شاعر فعال است. شاعری است که با مسائل زندگی به صورت فعال همیشه دخالت میکند و این نوع شعر همیشه طرفدار و خواننده دارد و شمع آن هیچگاه خاموش نمی شود. راهی آبادی کجایی؟ لایق شیرالی از سال 1991 تا دم مرگ رئیس بنیاد بین المللی زبان تاجیکی نیز بود. دوستان و هواداران او 21 سال است که زادروزش را به او جشن میگیرند. آنها میگویند در این مدت نام شاعر و شعرش نه تنها از زبانها نافتاد، بلکه هرچی بیشتر در محفل‌های شادی و عزا و لحظه‌های جدایی و بی‌عدالتی در جامعه صدا می‌دهند. گلرخسار صفی شاعر معروف تاجیک میگوید که تحمل نبودن لایق آسان نیست، اما کم نشدن محبوبیتش این خالیگاه را جبران می‌کند. باور دارد که لایق تنها شاعر نبود، فراتر از آن بود. همه آدم انسان هستند. لایق انسان بود و همچون انسانی که از راه خیرات، از راه عقل، از راه عدل، از راه انصاف زندگی را به واسطه مادر بزرگوارش دریافت. میدونست که هر یک انسان که خدا خودگونه آفریده است حق و حقوقی دارد که خودش شاه سیاره احساس کند و کسی خدمت نکند، از کسی نترسد، از کسی قرضدار نباشد، با کسی تعظیم نکند. لایق این گپا رو روی راست میگفت. لایق شیرالی روز 20 می سال 1941 به دنیا آمده. ابتدا آموزشگاه آموزگاری پنجکین و سپس رشته تاریخ و زبان و دانشکده آموزگاری دوشنبه را ختم کرده است. او سال 1965 در 24 سالگی به عضویت اتحاد ادیبان تاجیکستان پذیرفته شد. طبع شاعری چون یک فضیلت خدایی است، عطای خداوندی است. البته همه فرزندان به ادبیات به کلام بده محبت دارن، خیلی زیاد شعر از یاد کردن یا گفتن میتونن، ولی ایجاد کردن دیگر است که با فرزندان حالا این میسر نشده است. هر کجا صاحب کمانی. لایق شیرالی مؤلف سرسبز و الهام، نوشباد و ساحل ها تشنه دل، خاک وطن و مرد راه و خانه دل و خانه چشم است. وی در سالهای 90 فریاد بی فریادرس را نیز به مخلصانش به یادگار گذاشت. او روز 3 ایون سال 2000 در 59 سالگی از دنیا رفت. پس از مرگش کلیات لایق چند دفعه نشر و پهن شد، ولی بعضی از آگاهان میگویند که بعضی از شعرهای به اصطلاح سیاسی او هنوز نشر نشدند.